قرآن کلمه روز چند بار اومده باشه خوبه. 365 بار کلمه روز تکرار شده. همینطور کلمه ماه 12 بار تکرار شده. دنیا و آخرت هر کدوم 115 بار تکرار شدن. فرشته و شیطان هر کدوم 88 بار ذکر شدن. بهشت و جهنم هر کدوم 77 بار و زن و مرد هر کدوم 24 بار ذکر شدن. اما جالب اینه که کلمه عذاب 117 بار تکرار شده و کلمه بخشش 234 بار، یعنی دقیقاً 2 برابر اون تکرار شده. سبحان الله. این دقت رو کسی میتونه داشته باشه که به کل کتاب اشراف داشته باشه، در حالی که تمامی آیه های قرآن یک جا نازل نشدن. هر کدومشون توی حوادث مختلفی در طول 23 سال نازل شدن. خب یه آدم عادی چجوری میتونه توی این مدت این همه عدد و تناسب رو تنظیم کنه؟ این فقط میتونه یه تنظیم غیبی باشه. برای همینه که میگیم قرآن کلام بشر نیست.